سلام، من اسکندر خواجه میرزاده خلاصه مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان را پیشکش شما میکنم. دوم ایون در شهر دوشنبه مشورت‌های سیاسی سالانه میان مقامات تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا برگزار می‌گردد. در این مذاکرات رهبری هیئت ایالات متحده آمریکا را نیشه دسای بیسوال، یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی بر عهده خواهد داشت. به گفته وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، خانم بیسوال در برابر شرکت در مشورت‌های سالانه ملاقات با مقامات بلندپایه تاجیکستان، رهبران احزاب سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی، جوانان و خبرنگاران را مد نظر گرفته است. نیشه بیسوال به جای رابرت بلیک به وظیفه یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی تعیین شده است. ایالات متحده آمریکا هر سال به مبلغ $10 میلیون به تحکیم نهادهای قدرتی، بهداشت، معارف و ساحه‌های دیگر خواجگی تاجیکستان مصرف می‌کند. روز 31 می در شهر خوروغ، هیئت حکومت و نمایندگان اعتراضگران موصوف به جامعه شهروندی بدخشان پروتکل به امضا رساندند. به گفت یکی از شرکت کنندگان این مذاکرات، حکومت از 9 طلب اعتراضگران 7 تاش را پذیرفته است. نسبت یک شرط هنوز کنسولتاسیون ادامه دارم. نسبت شرط سوم که به با حکومت پرزیدنت دخل دارد، مسئله استعفای سرداران چیزهای قدرتی در پروتکل همین قید شد پیشنهاد کرده شود به پرزیدنت. اعتراضهای خوروغ روز 21 می در پی یک تیراندازی در مرکز شهر آغاز یافت. در جریان یک عملیات که به گفته پلیس علیه قاچاقبران مواد مخدر صورت می گرفت، 3 نفر با شمول یک افسر امان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال تیرپرانی جمعی از ساکنان خوروغ با طلب رهایی بازداشت شده ها و مجازات خادمان امان بینای پلیس، امنیت و دادستانی را آتش زدند. ملا حیدر شریفزاده، امام خطیب مسجد امام اعظم شهر کولاب، در ارتباط با جنگ شهروندی سوریه که در آن طبق اطلاع رسمی 10 جوان و از جمله جوانان منطقه کولاب شرکت می‌ورزند، میگوید وقت مسلمان را میکشد آن جهاد نیست. ملا حیدر ارسال جوانان کولابی به جنگ‌های سوریه را عملی دشمنان ملت می‌داند. این تاریخ مردم کولاب را تمامی عالم حیات می‌داند. شاید به همین خاطر باشد. دیگه خاطرش این که مردم سرزمین کولاب پایه دولتداری تاجیکستان دموکراتی امروزه هست. شاید قسما عرضخواهان بخواهند که این مردم را ناآرام کنند تا اینکه سببگاری سوسیدن پایه دولتداری گردند. قبل از ملا حیدر، روحانی دیگر این منطقه حاجی میرزا هم گفته بود که جنگ سوریه جهاد نیست و بعد از این مورد انتقاد گروه‌های قرار گرفت که خود را مجاهد نامیده بر ضد نیروهای حکومت سوریه می جنگند. در دوشنبه دور نهایی آزمون آوازخوان‌های نورسی که با زبان انگلیسی سرود می‌خوانند به انجام رسید. در دور نهایی این سبقت که تحت سرپرستی سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان قرار داشت، 10 خواننده بهترین از شهرهای بزرگ و ولایت‌های تاجیکستان اشتراک داشتند. تفصیلات بیشتری در این باره و رویدادهای دیگری تاجیکستان و جهان را از سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، توییتر، ادناکلاسنیکی و تلفن‌های همراه خود دریافت نمایید.